طبیعت گرم و خشک ایران، کاهش بارندگی‌ها و عوامل انسانی همگی باعث شدن کم آبی اهمیت بیشتری پیدا کنه. از طرفی تغییرات آب و هوایی و افزایش دما باعث شده ذخایر آبی که به صورت برف بر روی قله‌ها ایجاد می‌شدند خیلی کم بشن و به جاش بارون بباره. این بارندگی گاهی باعث ایجاد سیلاب میشه. سیلاب علاوه بر خطرات و خسارت‌های جانی و مالی، حجم زیادی از خاک حاصلخیز رو از بین میبره. لازمه بدونیم که فرسایش خاک در بالادست سدها باعث میشه سالیانه حدود 250 میلیون متر مکعب خاک به شکل رسوب به پشت سدهای کشور وارد بشه، در حالی که قرنها طول میکشه تا 1 سانتیمتر خاک تولید بشه. تغییرات اقلیمی، کم آبی، خشکسالی، تبخیر آبهای سطحی، سیلاب، از بین رفتن خاک حاصلخیز و خسارت‌های جانبی، همه این موارد بحرانی رو میشه با آبخیزداری مهار کرد. حوزه آبخیز به قسمتی از سرزمین گفته میشه که با توجه به شیب و شکل زمین، آب حاصل از بارش‌ها به پایین‌ترین مکان موجود در آن پهنه جریان پیدا کنه. مدیریت منابع آب و خاک در حوزه آبخیز کاریه که علم آبخیزداری انجام میده. از تکنیک‌های عملیاتی آبخیزداری میشه به این موارد اشاره کرد: بیولوژیکی مثل بذرکاری و نهالکاری، مکانیکی مثل احداث بندهای رسوبگیر گابیونی و سنگی ملاطی، بیومکانیکی مثل بانکت بندی و تراس بندی، اقدامات مدیریتی مثل حفاظت، غروق و مدیریت چرا. مطالعات نتایج مثبتی از اجرای عملیات آبخیزداری در هر سال رو نشون داده. افزایش نفوذ آب به زمین، 530 متر مکعب در هر هکتار در مناطق کوهستانی و 1000 متر مکعب در هر هکتار در دشت‌ها و آبخوان‌ها. افزایش تولید علوفه حدود 120 کیلوگرم در هر هکتار و کاهش فرسایش خاک حدود 9 تن در هر هکتار. عملکرد مثبت و نتایج درخشان آبخیزداری باعث شد تا با مطالبه مردم و مسئولین اجرای عملیات آبخیزداری در 8 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز در سال 97 آغاز شود و حتی خیرین هم برای کمک به آبادانی روستاها به آبخیزداری توجه ویژه داشته باشند. برای توسعه آبخیزداری هنوز راه زیادی باقی مونده که نیازمند مشارکت همه ماست. آب و خاک ارزشمنده. با انجام عملیات آبخیزداری همگام با طبیعت به مدیریت پایدار سرزمینمان کمک کنید.